چند تا هندوونه میتونه جلوی تیر منو بگیره؟ این سوالیه که هیچ وقت تو کون من نرفت. اسم من عمو پارکر رو به چنل اشکان خوش اومدید. حالا شنبولتون چطوره؟ ما اینجا همه چیزو تست میکنیم. امروز براتون هندوونه‌های جانسخ آوردم و در انتها محمد رو داریم. قراره ببینیم مادرشون چقدر میتونه جلوی گلوله‌های من طاقت بیاره. و اینم بگم من آروم شروع میکنم. از انقدر بقیه‌اش هم هرچی خدا بخواد. بیا، انقدر خوبه رفیق. فقط این قضیه تو کون من نمیره که چند گلوله لازم دارم که مادر اینا رو بگم. میدونی من بچگی که خاطره خوبی با هندوونه ندارم. بابام هیچی ولش. ما اینجا هر کسچری رو تست میکنیم. خربزه، هندوونه، قابلمه، ممه و چند تا چیز کسچری دیگه هم بودش. خلاصه جونم برات بگه باس آخر ما محمده و هدف اصلی من اینه که محمد آخر سر بتره کنم. برای همین هیچ ایده‌ای ندارم که چی قراره سر محمد بنده خدا بیاد. من امروز چون محمد رو بعد جوانمردانه پاره کنم. برای همین این همه هندوونه اینجا گذاشتم تا حداقل فعلا محمد تو کونش عروسی باشه. اگرم محمد بخواد زودتر از اینا تسلیم بشه و همین اول کاری تیر بخوره بهش، میز دوم میارم و چونش پاره میکنم. وقت تصفیه حساب من با هندوونه‌ها بالاخره رسید. خیلی خوب، راند اول یه روگر مارک وی داریم. یه راند کوچیک کیری 22 تاییه تا ببینیم بعدن چی میشه. ببینیم جون سالم به در میبرن. این کوسچر باید خیلی قوی باشه اون ناموسن. یا محمد حاجی تخمش هم نبود. واکنش هندوونه این بود که بیا اینو بکن تو کونت. میبینین آبش هم در اومده. بدین آقای میساقی بخوره. پشماموجی آقای میساقی میتونه این همه آبو تو خودش جا کنه؟ بگذاریم. بیشتر یه چیز تو مایه‌های عاطفه است، البته کوچیکش. اینجا رو نگاه کن. یه خراش کوچولو. اینجا هم خراش برداشته. آره پوفیوز میدونم، کور که نیستم. تو ویدیو خودم نمیخواد چیرم کنی. خیلی خب بریم سراغ روگ سکیوریتی 380 خودمون. حاجی من همیشه آرزو داشتم تو جنگ جهانی دوم فاشیست بکشم، ولی به جاش بعد ماکت محمدو بزنم. بزن بریم. راستی اسم مارلون براندو تو فیلم پدرخوانده چی بودش؟ مایکل. اونجای مامان دروغگوش. یا عباس هم برات مرباس. یا پشمام. یه خراش کوچولو از این ور و یه خراش دیگه سوراخ ها. ببینید تمیز در آوردم ببین. صبر کن ببینم این صحنه شبیه یه چیزی نیست؟ عنکبوت. خاک تو سرت بیشتر شبیه چون اشباحه. 380 از مرحله 1 2 3 ای ناکس. میبینی از مرحله 3 خارج شده. چه لیزم هست. این یعنی از توی سومی رفته توی چهارمی و توی چهارمی رفته بیرون. پس شد 4 تا. رفتم سراغ گلاک 19 با شلیک 9 میلیمتری. ببینم این چی کار میخواد کنه. به نظرتون میتونه پوز 380 تخمی تخیلی رو بزنه؟ ناموسن اگه بتونه رکورد قبلی رو بزنه میرم زنمو طلاق میدم. آخه میدونی چرا نباید اصلا زنم بذاره دست به ممهاش بزنم؟ دیگه نمیتونم این سلیطه رو تحمل کنم ناموسن. خیلی خوب عینک ضد گلولم هم زدم. یا موسی کاظم دو در باز. حبیب پشما ریخت نه برخورد. او مای گاد میبینی نشتی کرده. کوچیک رفته توی شماره 1، بزرگ از توی شماره 1 رفته توی شماره 2، بنده خدا شماره 2 از توی شماره 3 گنده گذاشته شده درش، بعد رفته تو خارش گاییده شده. نه مثل اینکه شماره 3 خارش گاییده نشده. واه خوراک اسپنگ 5 تا هندوونه، پس یعنی فقط با اختلاف یه دونه نسبت به 380 پیروز شد. زنمو طلاق میدم. عمو پارکر براتون کالیبر 45 مدل 1911 آورده. توصیه من به شما اینه که شوهر خاله‌هاتون رو با این تفنگ حتما بکشید. اگه شوهر خاله‌تون چاق و خیکی بود بهتره برید سراغ شاتگان، رایفل، چه میدونم کسر دارم میگم. با یه چیزی بکشیدش، نزدینم به تخمم. جق نزنید. 1911 مقابل هندوونه‌ها ببینیم چی میشه. یا محمد تقیه کفتر باز. واو شماره 1 احتمالاً بعداً ازش شاب میاد، مخصوص آقای میساقیه. اوه شماره 2 رو ببین، شکاف خشن خورده. خشن بازا بیام بالا. به چهارمی هم خورده؟ آره خورده بهش ننه سپست. دیگه شماره 5 نخورده. پس کالیبر 45 تونست 4 تا رو بزنه. خب من حرفمو پس میگیرم، با این نکشیدش. حبیب برو بالا. این سری میرم سراغ مگنوم ریولور 44. پارسال با این تفنگ به خر مشسن شلیک کردم. بنده خدا خرش مثل سگ رفته بود سر کوچه و ار میکرد. نمیدونی یه وضعی شده بود ناموسن. بعد جالبیش اینجا بود که مشسن اومده بود پیش منو دیگه خرشو از من میخواست. فهمیدی؟ منم بهش گفتم مرتی که پوفیوس خرت هر روز داره ار میکنه نمیذاره من بخوابم. بعد حالا بدهکارم شدم بهت. خلاصه از اینکه خر مشسانو کشتم اصلا ناراحت نیستم. احساس گناه بهت دست ندم. آره خب ولی بعدش مشسانو کشتم چون زیادی داشت گم میخورد. بعدن حالا داستان سگ باجناق من براتون تعریف میکنم. این هندوونه از روی اندازه‌شون میتونم بگم که آلاسکایی هستن. دول شده مال مکزیکوه. نه آقا برچسب فکر زدن، این حساب نیست. مگنوم 44 میتونه یعنی رکوردو بشکنه و 6 تا رو بزنه. به نظر من که محمد باید چربش کنه. پرهامو ببین با دوربین اسلو موشنش تازه اومده. کسخل من خیلی وقت اینجا. یه ذره بیادبه، بعضی وقتام خای مالیمو میکنه. مرسی که بعضی وقتا خای مالیمو میکنی. همینجوری به کارت ادامه بده. نناشونو بگا. امید تیم ما توی مگنوم ریولور 44. واو خیلی سریع از اولی گذشت. بقیه هندوونه هم در حال خایه کردنن. واو دیدی کونشو سوراخ کردم؟ بزرگترین سوراخی که تا الان ایجاد کردم. بعد به کارم هم اضافهش کنم. دومی، سومی سیکتیر، چهارمی ردی، پنجمی نکن داره گریه میکنه از اینجا اشک میریزه. ششمی هم سوراخی کوچولو. محمد 7
8 اوه. خب تا عدد 8 حبیب شماره شکم کیری بود. میتونی اینجا ورودی ما به عدد رو ببینی. خب معلوم شد که شماره 8 سولاخی نیست مثل بقیه. واو معلومه خیلی غیوره. 3 ساعت اومدیم اینجا تا بتونیم عقده‌هامون رو روی این حیفنونا خالی کنیم. خب پس مگنوم تونست 8 تا رو سولاخی کنه. اینو تبازی که تهش باز شد. گتا باخت حال بیده. حبیب داریم میریم سراغ بازی‌های بزرگ. من به این میگم مگنوم خرکش با فشنگ سگکش. به ظاهر آره شاید بتونه خر رو بکشه ولی نهایتا میتونه محمد رو بزنه. اینجا با توجه به اینکه مگنوم 44 تقریبا از تمام هندوونه‌های روی یک میز عبور کرد، ما هندوونه‌های بیشتری اضافه کردیم تا محمد یه خورده بیشتر بتونه احساس راحتی بکنه. محمد با اختلاف یک هندوونه نصفی تونست تو آخرین ران زنده بمونه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 و 16. خیلی خوب 16 تا هندوونه و محمدی که داره به کون ما میخنده. امیدوارم این بتونه محمدو دول کنه. پرهام از اونجایی که خای مال خودمه قرار دوربین اسلو موشنش رو روی اولی تنظیم کنه تا یه انفجار مامان بتونیم از اولی بگیریم. هی من خای مال خوبیم. به نظرم یه دستمال جادویی بگیر. یا حضرت زندوز. محمد چربش کن. بره تو کونت. واو نمیدونی انتقام گیری از هندوونا چه حسی داره. بالاخره دارم تلافی میکنم. ناموسن شک کردم جانته. حاجی شاید باورت نشه منم شک کردم. اینجا رو نگاه کن آقای میساقی بیا بخورش. کمک خواستی هم جا میکنم برات ولی سخته و همه رو جا کنی تو میساقی. به خصوص این نگاه کتلت شده. این یکی شبیه به ایرانونده. 5 6 7 8 شبیه صدا سیما میمونه کامل سوراخ نشده. راست میگه. ناموسن کیرم تو اداره بر تابستون نیومده برق قطع میکنن. حبیب فکر کنم مردم نگران شدن که من همینجوری دارم به هندوونه‌ها شلیک میکنم و دارم هدرشون میدم. راستش یه سریاشو میخواستم بدم به BCC ولی میدونی دولت خودش میخوره و به بچهای بدبخت نمیده. برای همین بدمش به لاک پشتا. سگ شرف داره که بدم به دولت. الان میان میخورنش. خب مثل اینکه دور شدیم انگار لاک پشتی حاضر نیستن هندوونه رو بخورن و من بعد بقیه‌شو برم بدم به سگ همسایه‌مون. میخوام بگم شاتگان مدل ننکو با یه فشنگ خارتور. توصیه من به شما اینه که با این تفنگ حتما خواهر زناتون رو بکشید چون دیگه زنتون بعد مرگش حسودی نمیکنه به شوهر خواهرش و شما هم دیگه مجبور نیستید سرکوفت زنتون رو بشنوید که هی دارایی خواهرشو به رخ میکشید چون توپیده و رفته اون دنیا و دیگه هیچ وقت ریخته کیریشو نمیبینی. اگه زنده شد چی؟ نمیدونم. یه گوی بخورید. خیلی خوب. اصلا نمیدونم چی قراره سر محمد بیاد و اینکه نمیدونم فاصله مناسب نشونه گیری با شاتگان چقدره. ممکنه گوز بشم برم هوا. خیلی خوب. خیلی نزدیکه ها. حبیب به نظرت گوز نمیشیم؟ احتمالش زیاد نیست. گوز بشم گی. الله اکبر. خوبه که جات نیستم. واو. همونجور که بهتون گفتم این تفنگ واسه خواهرزناتون جوابه. اوه شماره 1 شهید شده. یه جوریه که انگار بمب کیر افتاده روش. سولاخ. علاقه خاصی به سولاخ داری ها؟ اونش به خودم مربوطه. خیلی خب حبیب اینم تفنگ کاپیتان پرایس. البته دروغ گفتم این تفنگ کاپیتان پرایس نیست. از گست دزدیدمش. میخوای صاف بمونی جق نزن. محمد این واسه عمت. متاسفانه باید بگم که محمد تیرم نخورد به اون جای عمش. نمیدونم دیگه چی بگم. یعنی منظورم اینه که ما به مرکز شماره 1 دخول کردیم. هر کی لاک نکنه امیدوارم این بلا سرش بیاد. شبیه چون آقای خرچنگه. اینجا رو نگاه کن. کاتدار رفته. حتی مسی هم نمیتونه اینجوری بزنه. فقط من میتونم. خیلی خوب بریم سراغ رایفل چون کلکن. با تیر این میتونی شاتر نونوای سر محلتون رو بکشید. تخم سگ هر سری میرم پیشش میگه فردا بیا. کیا شاتر محلشون انقدر خارکست است تو کامنت ها حتما بهم بگید. بزن بریم. محمد بیا سرشو بگیر با احمد. همون جوری که ملاحظه میکنید مخصوص کشتن شاتر نونوای محلتونه. خب مثل اینکه این بار چیزی برای آقای میساقی نموند. بنده خدا آبش غیب شد. این گلوله ها نمیتونن صاف و بور کنن. هندوونا فقط باعث کسمه شدنشون میشه یا یه همچین چیزی. خب مثل اینکه این بارم محمد از خواهی شانس آورد. ما اینجاییم الان یه روزه که گذشته. محمد پشت هندوونا قایم شده و میگه بیا اینو بخور. ولی بهش نشون میدم که قراره چیو بخوره. شاید با خودتون بگین که این یارو کسخله برای چی همه چوب با خودش آورده. ولی بعد بهت بگم که رفیق ما طوفان کیریو داشتیم. نگاه کن چقدر آب جمع شده تو مزرعه‌ام. کیرم تو هرچی بارون. آقا کجا میتونم از خدا شکایت کنم؟ من حتی تجهیزاتم هم آماده نکرده بودم. بارون کیر کرد تو کازه کوزه من. کیری به اینکم زل نزن مسخره باباته. برای کشتن یک عدد محمد چند تا هندوونه لازمه؟ این سوالیه که امروز بهش میپردازیم. احتمالاً محمد امروز آسمانی میشه. محمد آدیوس آمیگو. پشما. واو یه جرقه عظیم مثل آتیش و انگار سمت راست جرقه زده بود که بعد یه مه سفید کل صفحه رو پر کرد.
همه جا پر شده هندوونه. وای حبیب اینجا هم هست. وای واو بنده خدا شماره 1 بیچاره زنش. هی خدا بیامرزتش. خب مثل اینکه ستای اولو قتل عام کردیم. کیر تو اسنایپر ناموسن. دک مگنوم تو دهنه اسنایپر. خب مثل اینکه برنده مسابقه مگنوم 44 شد و محمد اکون شانس آورد. نگاش کن داره پیش خودش میگه دولم هم نتونستید بخورید. خیلی خب بچه‌ها مرسی که دوبله تخمی تخیلی اشکان رو دیدید. بعد برم کوکائین بزنم. بیا. به نظرتون برای متوقف کردن گلوله‌ای که به سمت 10 میلیون آدم میره چند تا محمد لازم داریم؟ باسخال میخوای همشون رو بندازی تو برکه؟ هرچیه بهتر از اینی که بدمش به بهسیستی.